میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمیکنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد، گفت باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟ میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمیکنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد، گفت باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو